به هم خیره شد و با پررویی گفت باید با من باشی ترانه، چون من خیلی خوب بلدم با زن شوهردار چطوری رفتار کنم و بهش برسم. اونقدر به هم زنگ زد و پاپیچم شد تا آخر تسلیمش شدم. پنهونی میرفتم ویلاشو دور از چشم شوهرم، همزمان با اون هم بودم، تا اینکه یه شب با هم مشغول بودیم که اون اتفاق تلخ افتاد. به نام خدای بخشنده و مهربون. دوستان و همراهان عزیزم سلام. به کانال قصه‌شیم خیلی خوش اومدین و مرسی که روی این ویدیو کلیک کردین. من شیرین هستم و توی این کانال براتون از سرگذشت زندگی آدم‌ها از زبون خودشون روایت میکنم. کوله‌باری از تجربه‌های زندگی که به درد هممون میخوره. برای حمایت از من و کانال خودتون لطفاً لایک و سابسکرایب کنید. مرسی. 10 سالی هست که با شوهرم مهبد ازدواج کردم و حاصل ازدواجمون یه پسر هست به اسم مهیار. از بچگی عاشق پوشیدن لباس عروس بودم. حتی وقتی تو مهد کودک ازم پرسیدن دوست داره چه کاره بشی ترانه؟ جوابم همیشه این بود که من دوست دارم عروس شم فقط. 18 سالم بود که با مهبد تو عروسی یکی از فامیلامون آشنا شدم و تو یه نگاه عاشق و دلباختش شدم. من یه دختر سفید رو با موهای بلند و قد متوسط و ریزنقش بودم. مهبد ولی یه پسر سبز رو قد بلند و چارشونه که دخترها براش سر و دست میشوندن. وقتی مهبد اومد خواستگاریم آه در وسط نداشت. با وجود مخالفت پدر و مادرم پام رو توی یه کفش کردم که فقط همین پسر رو میخوام و به هر سختی بود بالاخره راضیشون کردم و با هم ازدواج کردیم. با هم برای زندگی اومدیم پایتخت. چون تو شهرستان محل زندگیمون جز کشاورزی و دامپروری شغل دیگه‌ای نبود و من اصلا دوست نداشتم تو دهات عمرم تلف شه. مهبدم که برای خدمت سربازیش اومده بود پایتخت و 2 سال خدمتش رو تو تهران گذرانده بود. بعد دوران سربازیش همونجا کار پیدا کرده بود و موندگار شد. اصلا به خاطر همین تهرانی شدنش بود که کورکورانه عاشقش شدم. چون اون رو تنها وسیله فرار و نجاتم از زندگی تو دهات میدونستم. مهبد شغل پردرآمدی نداشت و مجبور بود 2 جا کار کنه تا زندگیمون بچرخه. همه چی اولش برام خیلی جدید و جذاب بود. دخترها تو شهرستان خیلی محدودن. ولی من الان به لطف ازدواجم دیگه یه زن آزاد و خوشحال بودم و هر طوری دلم میخواست لباس میپوشیدم. بدون هیچ ترسی آرایش میکردم و بدون آقا بالا سر میرفتم تو خیابون بین مردم. روزها تو کوچه و خیابونا میگشتم و شبها هم تو خلوتمون با مهبد کلی شیطونی میکردم و حسابی به هم خوش میگذشت. هر روز دلم آزادی و تفریح بیشتری میخواست. ماهای اول عروسیمون مثل یه رویای شیرین گذشت. تا اینکه یواش یواش زندگی اون روی سیاهش رو به منم نشون داد. مهبد شبها دیر به خونه می اومد و وقتی دلیلش رو می پرسیدم با بدخلقی می گفت میره خونه رفیقاش. یه بار که اعتراض کردم دستش رو من بلند کرد و به هم آسیب رسوند. اولین باری بود که اینطوری از کوره در می رفت. البته بعدها هم به هوای کج خلقیاش چند باری با هم تندی کرد. اما خیلی زود دلجویی می کرد و از دلم در می آورد. ولی دیگه اون مهبد سابق نشد. رفتارش به شدت تغییر کرده بود و هر بار به بهونه‌ای دعوا را مینداخت. پیش از به دنیا اومدن پسرمون یه باری که دعوای خیلی بدی داشتیم تحملم تموم شد و قید همه چیو زدم و با قهر و گریه رفتم شهرستان خونه پدر و مادرم. اونجا که رسیدم بدحال شدم و شدیداً تب کردم. پدر و مادرم من رو رسوندن درمونگاه و اونجا متوجه شدم که حاملم و مهبد تا حامله شدنم و فهمید. برای دلجویی از من اومد خونه پدرم پیشم و به دست و پام افتاد تا باش آشتی کردم و من رو برگردون خونمون. با یه دنیا امید برگشتم خونه.
با به دنیا اومدن پسرمون زندگیمون رنگ و روی تازه‌ای به خودش گرفت. دیگه دعوا و دلخوری‌ها تموم شده بود. تا چند ماه بعدش یه عصری برای خرید با مهبد و پسرمون بیرون رفتیم. بعد از اینکه خرید خودم و بچه تموم شد، ازش خواستم که اونم برای خودش لباس بگیره که گفت نیازی نیست. ولی من دوباره اصرار کردم. مهبدم بعد عصبی شد و شروع کرد به داد و هوار کشیدن و جلوی چشم مردم ضربه های محکمش رو به سر و صورتم میزد و من تنها کاری که میتونستم انجام بدم این بود که دستام رو سایبون بچم کنم تا بهش آسیبی نرسه از ضربه هایی که به سرم خورده بود. گیج شده بودم که در ماشینمون باز شد و مردم من و مهیا رو از ماشین بیرون کشیدن. مهبد هم بعد از پیاده شدن ما گاز ماشین رو گرفت و رفت. با همون وضعم یه راست رفتم ترمینال. دست بچه رو گرفتم و شبونه رفتم شهرستان خونه پدرم. 3 روز بعدش هم رفتم کلانتری شکایت کردم. اما چون شاهدی نداشتم هیچ کاری نتونستم انجام بدم. دنبال وکیلم رفتم و کلی هم راه حل گرفتم. اما نمیتونستم از شوهرم طلاق بگیرم و از طرفی هم اگه طلاق میگرفتم فقط تا 7 سالگی نمیتونستم از پسرم مراقبت کنم و بعدش باید جگرگوشمو میدادم به باباش. تو فکر راه حلی بودم تا که یه شب شوهرم با خانواده‌شون اومدن خونه پدرم. کلی حرف زدن و عذرخواهی کردن. مهبد هم به دست و پام افتاده بود. منم دیگه دلم به رحم اومد. آخه دیدم دیگه چاره‌ای جز برگشتن سر خونه و زندگیم ندارم. چون واقعا عاشقش بودم و از طرفی هم میترسیدم بچه‌مو ازم بگیره. اولش از آشتیمون خوشحال بودم. ولی وقتی برگشتیم تهران و پا گذاشتم تو خونمون حس کردم یه گوشه از ذهن و قلبم بدجوری بهش کینه کرد و دلم میخواست یه روزی ازش انتقام سختی بگیرم. راستش من همیشه دختر بلند پروازی بودم و تنوع طلب. زیاد خواهی های من و بار سنگین زندگی فقط رو دوش شوهرم بود. اونم مجبور بود برای تأمین من و بچمون 2 شیفت کار کنه. البته از طرفی هم اقدام به طلاقم باعث شده بود حسابی بترس و هرچی میخواستم به هم نگه تا بهونه‌ای دستم نیفت و دوباره قهر کنم و ولش کنم. مهبد از صبح تا شب توی هایپر نگهبان بود و تا دیر وقت شب هم میرفت مسافرکشی. نصف شبها وقتی میومد خونه از شدت خستگی نای حرف زدن نداشت و همونطور شام نخورده روی مبل ولو میشد و خوابش میبرد. با همه سگ دو زدناش ولی هیچ کارش برام راضی کننده نبود و زخم کهنه‌ای که تو دلم جا خوش کرده بود نمیذاشت دلم به رحم بیاد و مدام توقعاتم ازش بیشتر و سنگین‌تر میشد. این داستان کار 2 شیفت و شبانه روز بیرون بودنش روال 4 سال زندگی مشترکمون شده بود. حتی تو روزای تعطیل. هیچ مونس و همدمی نداشتم و تنها موندنم توی خونه منو به سمت ماهواره کشوند و سریال های جذاب و رقص آواز شبکه‌های مختلف خلوتمو پر می‌کرد. چیزی نگذشت که با خرید گوشی پام به اینترنت و شبکه‌های اجتماعی هم باز شد. دیگه تمام وقت تو تلگرام اینستا میچرخیدم. خونه، زندگی، شوهر و حتی پسرمونو هم فراموش کرده بودم. زندگیم شده بود طبق مد بپوشم و آرایش کنم. مو ناخنامو درست کنم و برم خیابونگردی و نگاه ها رو به خودم جلب کنم. لذت می بردم که نگاه های مردمو به سمت خودم می کشوندم. شب و روزم با بیبندوباری و اتلاف وقت و پول هدر دادن میگذشت. ما دوتا بعد عروسی با دست خالی تو تهران زندگی و توی خونه 40 متری شروع کرده بودیم و مستاجر بودیم. سر سال شده بود و باید خونه را خالی می‌کردیم. اونم تو روزای آخر اسفند. با مهبد دوتایی خیلی گشتیم تا بتونیم یه خونه با قیمت مناسب برای اجاره پیدا کنیم. ولی هر شب دست از پا دراستر برمیگشتیم سر جای اولمون. هرچی گشتیم با چندرخواست پولی که داشتیم نشد جایی پیدا کنیم. بعد گیر افتاده بودیم. من اصلا دلم نمیخواست برگردم شهرستان. از ناراحتی خودمو به در و دیوار میکوبیدم و زجه میزدم.
محبودم وقتی این حالمو دید با هر سختی و جون کندنی بود با وام و قرض و غوله مبلغ جور کرد. شب عیدی بود که با صاحب خونه اومد تا قرارداد اجاره رو برای 1 سال دیگه تمدید کنن. دقت کردم دیدم که سالار صاحب خونمون خیلی تو نخمه. نگاه‌های تیزش مثل تیر داغ تو قلبم نشست و هیجان زدم کرده بود و از طرز رفتارش فهمیدم که بدجوری به هم نظر داره و ازم خوشش اومده. انگاری با آرایش غلیظ و لباسای جلفم عقل و هوش از سرش برده بودم. حتی یک لحظه چشم از روم بر نمی داشت. من هم اونقدر براش اشفه اومدم و دلبری کردم تا نرم بشه و با همون راه بیاد که موفق شدم سر پول رهن و اجاره خونه ازش حسابی تخفیف بگیرم. نگاه‌های سنگینش قلبمو لرزوند و یه هیجان ترس و عجیبی بهم داد. ولی حسابی کیفم کردم که اونطور تونستم تحت تاثیر قرارش بدم و براش دلبری کنم و قابشو بدزدم. اونم که حسابی قافیه رو باخته بود و آب از لب و لوچش آویزون بود. اون شب تا صبح تو جام ولول خوردم و بیداری کشیدم. مثل دختر بچه ها دلم قنج میرفت با یادآوری چشمک زدنهای سالار و نگاههای دنباله‌دارش روی خودم. حسابی بدفاس شده بودم و نمیتونستم بخوابم. فردای اون روز هم که سالار برای تحویل قولنامه اومد خونمون با کل ناز و ادا شماره‌مو بهش دادم و از اون روز به بعد رابطه پنهونیم باهاش شروع شد. تماس‌های پشت هم سالار و حرف‌های عاشقونش عجیب برام دلنشین بود و جای خالی خیلی چیزا رو تو زندگیم پر می‌کرد و مرهم روی زخم و کینه قدیمی می‌ذاشت. ته دلم میدونستم که این شیطون داره من رو به تاریکی و اشتباهی پیش میبره. ولی اختیاری از خودم نداشتم و رابطه پر از پشیمونیمونو با سالار ادامه میدادم. تا اینکه یه شب محبود مچمو گرفت. عکس‌ها و چت‌های عاشقونه من و سالار رو تو گوشی موبایلم دید و دعوای بزرگی درست شد و بدجوری بهم شک کرد. نزدیک بود کار به جاهای باریک بهشه. ولی من کلی دروغ بافتم تا شهر رو بخوابونم و خودمو تبرئه کنم. ولی سر همین داستان محبود بدجور به هم بددل شد و زندگیمون سرتر از قبل شد. دیگه کنارم نمیخوابید و سرمون از هم سوا شد. اولش سوخ کردم. گفتم بهتر بخوابه رو مبل، نفسش در بیاد. اینطوری تا صبح بی سرخر با سالار چت میکنم. سالار خیلی اصرار داشت باهاش قرار بذارم و با هم خلوت کنیم. قبل رابطم با سالار گاهی تنهایی میرفتم شهرستان برای دیدن فامیلامون. البته با پسر کوچولوم دوتایی سوار اتوبوس میشدیم و میرفتیم و بعد چند روزی برمیگشتیم. دیدم بهترین راه برای قرار گذاشتن با سالار همین بهونه رفتن پیش قوم و خویشامه. همینو بهونه کردم و به هوای رفتن به شهرستان سوار اتوبوس می شدم و چند کیلومتری که اتوبوس از شهر دور می شد من به بهونه جا گذاشتن وسایلم پیاده می شدم. سالارم که پشت اتوبوس دنبالمون می اومد منو سوار ماشینش می کرد و منو مهیار رو می برد ویلای کردانش و چند روزی رو دور از چشم شوهرم کنار هم خوش می گذروندیم. شبها تا صبح تو بغلش بودم و تسلیم خواسته هاش. اونم چنان تشنه بودم با هم بود که کوفته و کبودم میکرد. طوری روزمو میکشید که وقتی میرفتم خونه به سختی را میرفتم و وقتی محبود ازم سوال میکرد ترانه چرا دلا راه میری؟ در جوابش طولانی نشستن تو اتوبوس و اذیت‌های مهیار رو بهونه میکردم تا به هم شک نکنه. هر بارم که با بچم میرفتم پیش سالار اون برای مهیار کلی خوراکی و اسباب بازی که دوست داشت میخرید و بهش جایزه میداد تا من رو پیش باباش لو نده. خب اونم بچه بود و به هوای جایزه گرفتن جلوی دهنش رو نگه میداشت. رابطه من و سالار 2 سال طول کشید تا اینکه سالار پای دوستاشو هم به خلوت دوتاییمون باز کرد. اولش شدیداً مخالفت کردم. ولی وقتی بهم پیشنهاد پول و قلمبه داد طمع کردم و خودمو بیشتر تو اشتباه خیانت به شوهرم غرق کردم. دیگه هر سری که میرفتم ویلاش چند تا از دوستاشم بهمون ملحق میشدن و چند روز با هم خلوت میکردیم و خوش بودیم.
خونه و شوهرم و خدا رو فراموش می‌کردم و خودم رو می‌سپردم به آغوش مردهای جور و جوری که سالار دعوت می‌کرد و تو تمامی این رفت و برگشت‌ها و خوشگذرونی‌هام پسر کوچولومو کنارم داشتم و گذاشتم بچه پاک و بیگناه شاهد کارهای سیاه مادرش باشه. تا اینکه اون اتفاق تلخی که نباید افتاد و من ناخواسته باردار شدم و معلوم نبود پدر بچه کیه. تو وضعیت بدی گیر کرده بودم. خیلی حال روحی و جسمی بدی داشتم. بدویاری‌های سر صبحم شروع شده بود و داشتم تابلو می شدم. حسابی ترسیده بودم که محبود بو ببره. آخه نزدیکی 1 سال بود دستش بهم نخورده بود. بعد چطوری بهش میگفتم حاملم؟ از کی و کجا آخه؟ با مشورت سالار تصمیم گرفتم بچه رو نگه ندارم. سالار با هم تماس گرفت. دوباره یه قرار گذاشتیم برم ویلاش و قرصایی که خریده رو بخورم تا خیالمون راحت بشه. ولی تأکید کرد که این بار بدون مهیار کوچولو برم پیشش. چون ممکن بود حالم بد بشه و به مشکل بیفتم و بهتر بچه شاهد این وضعیت نباشه تا یه وقت تو عالم بچگی از ترسش لومون نده. پسر کوچولومون رو سپردم به باباش و به بهونه کسالت مادرم ازش اجازه گرفتم که چند روزی برم شهرستان تا از مامانم پرستاری کنم. یه روز سرد زمستونی بود. برف میبارید و طبق معمول سوار اتوبوس شدم و به قصد همراهی با سالار راهی شدم. خیلی استرس داشتم که نکنه خدایی نکرده موقع این کار بلایی سرم بیاد و شوهرم همه چی رو بفهمه. چون مطمئن بودم منو زنده نمیذاره. نیم ساعتی از حرکت اتوبوس نگذشته بود که باز بازی در آوردم که ای داد و بیداد. ساکم تو ترمینال جا موند و من رو پیاده کنیم. سری پیاده شدم و رفتم تو ماشین سالار. وقتی رسیدیم ویلا سالار گفت دم رو غنیمته. حالا یه امروز رو با هم خوشگذرانی کنیم. آخر شب قرصا رو بخورم و بخوابم کارو تموم کنم. سری بساط کباب و نوشیدنی رو راه انداخت. ناهار رو خوردیم و رفتیم تو اتاق خواب و حسابی مشغول شدیم. دیگه آخر کارمون بود و تو بغل سالار بیهوش شده بودم که یهو شوهرم با مامورا سر رسیدن و ریختن تو ویلا. محبود در اتاق خوابو با لگد باز کرد و با دیدن من تو اون وضعیت خشکش زد. با جیغ من به خودش اومد و بهم حمله کرد. موهامو تو چنگش گرفت و با فوش و لگد افتاد به جونم و تا میخوردم زد. از شدت شوک و درد چشمام سیاهی رفت و بیهوش شدم و نفهمیدم بعدش چی شد. بعدن که به هوش اومدم موقع بازجویی مامورا ازم فهمیدم اون روز محبود دور از چشمم مخفیانه سوار اتوبوس شده بود تا سر از کار من در بیاره. مدتی بود که شدیداً بهم مشکوک شده بود و این مسافرت‌ها و غیبت‌های طولانی من شکشو بیشتر کرده بود. من که به خیال خامی فکر می‌کردم خیلی زرنگم و هیچ وقت لو نمیرم و خوشگذرونیام با سالار تا ابد پنهون میمونه. نمیدونستم که ماه پشت اب نمیمونه و به این بی‌آبرویی شوهرم مچمو میگیره و با پلیس سراغمون میاد و دستم برای شوهرم و قانون اینطوری رو میشه. مامورا من و سالار رو به کلانتری آوردن. دستم به دست از ماشین پلیس پیاده شدم. پشیمون و شرمنده از اشتباهی بزرگ که زندگیمو از هم پاشیده بود. پسرم دست باباشو ول کرد و دوید سمتم. محکم تو بغلم گرفتمش و مثل دیوونه‌ها گریه می‌کردم. محبود با نگاهی سرد و پر از نفرت تو صورتم تف انداخت و پسرمو به زور از حلقه محکم دستام در آورد و بغلش کرد و رفت که رفت. دیگه هم سراغم نیومد. ناچار شماره تماس و نشونی خانواده‌مو دادم. اونا از شهرستان اومدن برایم وکیل گرفتن و پیگیر کارام شدن. بعد از آزادی هم سرشکسته برگشتم به دهاتمون. اینجا هم تو کارگاه به کار قالیبافی مشغولم و تو تنهایی هام رج به رج حسرتامو میبافم و الان جز اشک پشیمونی و ندامت چیزی ندارم. ممنون که داستانمو گوش کردین. اگه راه چاره‌ای برام دارین که بتونم دوباره پسرمو ببینم لطفاً زیر همین ویدیو برام کامنت کنین تا بخونم.
خب دوستای گلم، مرسی که تا پایان این ویدیو همراه هم بودید و به این داستان گوش کردید و امیدوارم که از این داستان راضی باشین. ممنون از لایک و سابسکرایب و حمایت های عالیتون. عاشقتونم عزیزای دلم. تا ویدیوی بعدی و یه روایت دیگه شما رو به خدای بزرگ می سپارم. راستی کامنت یادتون نره. من عاشق حرف زدن با شما.